چه موقع ما نیاز پیدا میکنیم به مشاوره تو کسب و کار؟ وقتی که احساس میکنیم برای رشدمون نیاز داریم تا اولویتمون رو شناسایی کنیم، مطمئن بشیم کار درست چیه و اون کار درست رو درست انجامش بدیم. وقتی میخوایم محافظت کنیم از سرمایه‌مون، از پولمون، از زمانمون، وقتی میخوایم جلوگیری کنیم از سعی و خطاهای بیهوده، وقتی که احساس میکنیم به اون اندازه‌ای که داریم کار میکنیم نتیجه نمیگیریم. سبک مشاوره من تلفیقی از کوچینگ و مشاوره است. چه فرقی با هم دارن؟ در مشاوره به چرایی مسئله میپردازیم و در کوچینگ به چگونگی حل اون مسئله میپردازیم. در مشاوره به گذشته برمیگردیم و در کوچینگ به لحظه حال و آینده نزدیک. در مشاوره به حل مشکلات میپردازیم و در کوچینگ به آزاد کردن پتانسیل های شما و سازمانتون. من تلاش میکنم در طی پروسه مشاوره 3 کار رو انجام بدم. اولین کار اینه که میگردم و مسئله اصلی رو تو سازمان شما پیدا میکنم. مسئله‌ای که اگر حل بشه به تبع اون کلی از مشکلات حل میشه. معمولا مسئله اصلی همیشه مخفیه توی سازمان. دومین کار اینه که کار درست رو با همدیگه پیدا میکنیم و سومین کار اینه که اون کار درست رو درست انجامش میدیم. برای اینکه با موفقیت پروسه مشاوره رو با همدیگه پشت سر بذاریم، یه کار سمت شماست و اون اینه که فرم مشاوره رو با دقت پر بکنید. تعجب نکنید اگر بعد از پر کردن فرم احساس آرامش کردین. چرا؟ چون این فرم طبق استانداردهای روز دنیا طراحی شده و توسط بنده ایرانیزه شده. آیا مشاوره کسب و کار درستیه؟ بله. پس بیا با هم درست انجامش بدیم.